ما اونجایی که دخالت کنیم صریح میگیم. ما در قضایای ضدیت با اسرائیل دخالت کردیم، نتیجهش هم پیروزی جنگ 33 روزه و پیروزی جنگ 22 روزه بود. بعد از این هم هر جا هر جا هر ملتی توجه بفرمایید. بعد از این هم هر جا هر ملتی هر گروهی با رژیم صهیونیستی مبارزه کنه، مقابله کنه، ما پشت سر رژیم و کمکش میکنیم و هیچ ابایی هم از گفتن این حرف نداریم.